تا حالا شده زندگی دیشب از یادم عادی تبدیل بشه به کابوس خونین؟ این دقیقا همون چیزیه که توی فیلم جدید موجگیری محصول سال 2025 سر یه مرد بیگناه میاد. این فیلم ساخته دارن آرنوفسکیه، همون کارگردان نابغه‌ای که با فیلم‌هایی مثل مرثیه برای یک رویا و قوی سیاه مغز همه رو داره بود. اینجا هم با یه داستان جنایی نوآور سراغ اون اومده که پر از تعلیق، خشونت و تصمیم‌های اشتباه. این فیلم امتیاز 7 IMDb و 84 راتن رو گرفته. آستین باتلر نقش بازیکن سابق بیسبال رو بازی میکنه به نام هنگ تامسون. یه آدم معمولی که فقط دنبال یه زندگی ساده است، ولی یه اشتباه باعث میشه درگیر دنیایی بشه پر از دزدی، خون و آدمایی که نباید باهاشون درگیر میشد. فیلم با اون سبک خاص آرنوفسکی ترکیبی از خشونت واقع‌گرایانه، طنز سیاه و روانپریشی. هر صحنه‌اش یه طلسم برای اعصاب بیننده. از اون فیلماست که نمیتونی ازش پاز بزنی چون هر لحظه ممکنه همه چیز بهتری. اما تو بگو، اگه یه روزی اشتباهی وارد دنیای خلافکارا بشی، راه نجات رو انتخاب میکنی یا باهاشون میجنگی؟ کامنت کن ببینم چند نفر شده. لایک و سابسکرایب یادت نره چون قراره این کانال هر هفته همچین فیلمای خفنی رو بهت معرفی کنه. دمتون گرم.